من رفت رو راندم. چیکار یعنی راندی؟ این گپت چی معنی دارد؟ همین خیلی لازم شد. اگر لازم نمی بود نمی راندم. چی خیلی همین خیلی لازم بود رمزی؟ مرا دیوانه نکرده که شد روشن گپ زن. چی خیلی گفتنم رو نمیدونم سوزان. شرم میکنم. برای چی شرم میکنی رمزی؟ کودک چی کار کرد که شرم میکنی؟ پسری من کاری بد نمیکند، تهمت است. در فکر سرای بوده است. چی خیلی در فکر سرای بوده است؟ یعنی همچون اگه او خواهر نیو دیگر خیلی بوده است. عاشق شده است. نه جانم، نه من با این باور نمیکنم. این خیلی شدنش ممکن نیست. شاید خطا فهمیده باشی. نمیشود. کاشکی سوزن، کاشکی نمیشد. من هم دیر درک کردم. وقتی به نزدم آورده گپ زدم این کار نکرد. نه نگفت. دروغ است نگفت. وای خواهری من است نگفت. برویم نگاه کرده ایستاد. تو چی گفتی؟ چی هم میگفتم، در نزدم نیست گفتم، دفشو گفتم. دلم رو سخت رنجان سوزن. زنک سیرای وریفت همین هم کاری شده نیست؟ نه نمیشود. نمیشود. نه نمیشود. ما رو محو کردند. الوان همه امان رو محو کرد. اکنون نوبت پسرم شد. خدا جزایش رو دهد. این روز به سرمان آمد. این روز رو هم میدیدیم. حیوان دزدیدن نتوانستی ها؟ مالی حلال است. اکا نزنید. از بس که حلال است با صاحبش بر میگردد. دیگر رنگ رویت را نبینم. رو گم شو از اینجا. گم شو. وقت خونه سوزن رو غارت کردیم شریک بودیم کو. حیوان. چی؟ اکا این چی ها میگوید؟ هیچی هم میگوید. این سفسطه میکند. دف شو باری دیگر تو را اینجا نبینم. گم شو. عروسکی کلاه سرخکی من. دادرانی عزیز، من از شما می ندارستم. اگر شما نمی بودید این حیوان لعنتی ماشینم رو می دوزید. چی خواهشی داشته باشید از اکای چنگیزتان طلب کنید. خیر با من زنگ زنید. شب خوش. خیر. تو حالا ایست لبای دادن. او چی ها گفت؟ چی هم میگوید؟ سفسطه میگوید. ولی به فکرم خیل نبود. شما هر دو شریک شدید و به خانه ما در آمدید. این یک خانه رو ویران و ولنگار کردید. در خانه سیرای بود. شاید به سرش بلایی می آمد. این دو. تو هم سفسطه میگویی رفت؟ هم سفسطه میگویم و هم جانت رو میگیرم. در این باره بعد با تو صحبت میکنیم. خیر. تشکر. در آخر قرار دادی که با من فرار کنی. عطیف لبای جانم، من تو باور نمیکنم. اما من باوری کامل دارم. با تو وعده میدیم که تمام عمر یک جای خوشبخت میشویم. وعده میدیم جانم. حالا تمام عمر یک جای خوشبخت میشویم. Kaldıysa hala benle
بگو چی خوراک بازم اپا؟ نه خود بود آن را ترک کردم آن. خوب مایلش اپا؟ dur. آقای رمزی اینجا است؟ سرای در همین جاست. نه در اینجا نیست. در خانه شما نیست؟ اگر در خانه ما می بود از تو میپرسیدم. رفته است. نیست رفته است. با کجا رفته است؟ چی شد؟ این دختر در کجاست؟ نمیدونم. خلاصه رفته است. بوسا گفتنی یک رفیق داشت. شاید در نزدیک باشد. گلسوم زنگ زد. در آنجا هم نبوده است. ایستا من هم می آیم. به خدا که من هم سحر فهمیدم چیزهایش رو گرفته رفته است. باز همین نمیرسید. این شو مهمون ها می آیند و روز توی رو معین میکنه اما در بین عروس نیست. خانم رو ویران کرد. سری پسرم رو خورد. دلگیر شدم. از برای خدا دلگیر شدم. شما چی ها میگوید؟ باکم چی شده است؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. کنی از اولش نقل کنید. جانکم او اکت رو در حالت ناگوار میگذارد. ها اگر اینقدر خواطیر باشید بیاید اکم رو جستجو میکنیم. به نزد جنی رویم. شاید هر دو در آنجا باشند. نه تو حالا ایست من با اکت زنگ میزنم. در خانه بوسه نبوده است. در محله یک رفیق دیگر داشت که نامش ملک است. در آنجا هم نیست. دختری من کجاست آقای رمزی؟ با اون بچه نگریخته باشد. چی؟ با اون جوانی بای فرار نکرده باشد. سرای بچون خطاگی رو میدهد. اگر اینقدر فشار آوری عاقبتش همین است. اگر سرای یگان خطاگی کند گناهگار تو میشوی آقای رمزی.
این خیلی نمی شود. پهن می شویم. اگر من یکون چیز رو فهمم خبر می دهم. نه مادر، من هم نمیدونم که سرای در کجاست. از چیزی خبر ندارم. رفعت پسرم، پدرت یکون چیز گفت اما من نه اونقدر فهمیدم. پسرم نخود خونه و نزدیکانت رو ترک کنی. بس مادر، بد گپ میزنین. رفعت پسرم، مادر، پدرت گفت که برای سرای این راست است. پدرم چیزی گفته باشد همون. دیگر از من چیزی نپرسید. من هیچ چیز رو نمیدونم. خیر، تو بازدید. جانم، خوب هستی؟ خوبم، خاطر نشو. سرای، تو را بسیار دوست می‌دارم، میدونی؟ میدونم، من هم تو را بسیار دوست می‌دارم. همه چیز بسیار خوب می‌شود و من دویمو درباره تو می‌شوم. میدونم. خوش با کجا میرویم نمیگویی؟ به جایی میرویم که دوست می‌داری و این به تو سورپریز می‌شود. بگو عطیف. سورپریز گفتم که سورپریز. جواب نمیدهی سرای. فکر میکنم که با تو زنگ نمیزند. رقمی بیگانه است و قید نشده است. کو یک ببین. رقمی اوست. سرای، من جواب نداده نمیتوانم که عیب میشود. مرا ببخش. جواب میدیم، تو باشه گپ میزنی. عطیف، چی میگویید؟ الو سرای، در کجایی سرای؟ شما رقم عطیف رو از کجا یافتید؟ مجبور شدم به بوسه زنگ زدم. در کجایی؟ سحر عمکت به خانه آمد. بسیار خواطر شده است. خاطر نشوید، من خوبم. بهتر میآیم. سرای، با من زنگ نزنید. با کجا میرویم آخر نمیگویی؟ با تو سورپریز گفتم که سورپریز رو ویران میکنی. آخر عطیف، التماس. حالا اون جای رو بسیار دوست میداری. جناب عطیف، خوش آمدید. با شما چی خدمت کنم؟ خوش باشید، خوش باشید. ما لباس عروسی انتخاب کردنی آمدیم. بسیار خوب، مرحمت. من یاردم میدهم. کی میپوشند؟ شبانه یا روزانه یا در شب نشینی؟ امیل جان، این کاستوم بسیار پیسند آمد، اما با این شیم میخوام که باز یگان کاستومی دیگر گیرم. اکی اوغرکم؟ عطیف، شعر باشه. این چی تصادفی بهترین است. تو را دیدن بسیار هم خوش است. تصادفی بهترین است. چه حال دارید اکا؟ خوب هستید؟ خوبم، بسیار خوبم. خودم را بهترین حس میکنم، اما بسیار خوب. ما هم کار داشتیم، برای همین آمدیم. خوش، اولین شده با شما میگویم این سرای زن شونده هم است. ها، باوریم نمی آید. این خبری بهترین است. بسیار شاد شدم. دخترم، دل این آلفته را رام کردی. شاه دختر خواهی شد. بسیار خرسند شدم. من بیشتر خرسند شدم. دختر زیبایم. اکا ما کاری ضرور داریم. مغازه بهترین شما همینجا بود. بله، فکر میکنم که برای تو این عاجل و مخفی است. مادرت خبر ندارد.
تخمین میکنم که اگر سلطان اینجی خبر میداشت حتما به اینجا آمده به شما یاری میرساند. چه خیلی که گفتید مخفی است که این تنها در بین هر دوی ما میباشد. از شما یک التماس، این را به کسی نگویید. خوب خاطر نشو، نمیگویم. به جوانها جانم فدا باد. اگر شما بر این جوانهای خرسند را بینم من بیشتر خرسند میشوم. امیل جان بیا و هنرت را نشان ده. این خانم را به یک شاه دختر تبدیل ده. شروع کن. مرحمت اینجا بیایید. در کجایی؟ باید زود بخوریم. فهمم میهایم. ما را انتظار شو. الو الوان. در محله‌مون میباشم. سرای نیست. یعنی با او صحبت کردم اما در کجا بودنش رو نمیدونم. حالا با سوی دکان یکی رمزی میروم. چی شد که اینقدر عاجل است؟ بیایم میفهمانم الوان. کمی پس آمده تو را میگیرم. مایلش خوب شده است. مرحمت. تشکر. سلامت باشه. اکی رمزی با سرای صحبت کردم. در کجا بوده است؟ خوب بوده است؟ در کجا بودنش رو نمیدونم اما خوبم گفته تلفن رو خاموش کرد. چه خیل در کجا بودنش رو نگفت؟ تو با او چی صحبت کردی؟ آخر به شما گفتم همه‌اش همین است. الوان شما مرا دیوانه میکنید. از برای خدا اینشون مهمان ها میآیند. باید روز تو را معین کنیم. انگشتری کنند. آخر در محله شرمنده میشوید. من چیکار کنم اکی رمزی؟ شما شرمنده میشوید. گفتم اما گوش نکردید. گوش کن، از حد نگذر. با من درست کبزن. گوش کنید، از سر خواطر شدید. من آمدم تا که بگویم که او خوب است. باز چیکار کنم؟ تمام این طور باشه زنگ زن، من خودم گم میزنم. بهوده خواطر نشو. خوب بودنش رو دانستی، همینش برایت کفایه است. جایی خواطری نبوده است. این به فکر تو میخیل است. مسئول ناموسی او منم. اگر ذره ضرر بیند از من میپرسند. مرا فهمیدی؟ آخر تمام شب نبود. این دختر در کجاست؟ با کی بود؟ با کی استاد الوان؟ او در کجاست؟ اکی رمزی اویدین بدتر صحبت میکنه. من باید روم. دف شب باز از تو یاری طلب کردم. الهی تو دوزخ روی. نازلی 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 چیکار میکنید؟ دخترم آروم شو. چرا عصبی هستی؟ با تو چی شد؟ در حجره خودت رو محکم کرده ای؟ هنجی است؟ چیکار کردنم رو میخواستید؟ نازلی چرا با من این خیل مناسبت میکنی؟ میدونی که من جدا شدن نمیخواستم. و شما یک چیز گویم؟ خیریت که جدا شدید. کاش که بر وقتتر جدا میشدید و من راحت میکردم. آیله دار شویتان و آیله همان برای هر دویتان اهمیت ندارد. تا اجازه ندیهم به حجرم ندارید. نازلی بیرون برایید. نازلی بیرون برایید زود.
خب چی حال داره؟ چه که گفتم سرایی نیست، اما با او صحبت کردم خوبم گفت. حالا باشد امکش دیوانه شده است، من باشم در بین موندم. این کار را حل کنیم بعد همراه سرایی را پیدا میکنیم. من در برد هستم. اگر واقعا هم فوری نمی بود میدانه که تو را آمده نمی گرفتم. در واقع ما چیکار میکنیم؟ به کجا میرویم؟ کمی پس میبینی. چرخایی که اون رو شکاف کرده بودیم. مقصدت را نفهمیدم. ای بچه نمیفهمی که مال دزدی است. چرا این خیلی نگاه میکنی؟ خواطر نشو. اینها را استفاده برده پرتافتن، حالا ما استفاده میبریم. پس بسیار خوب. بعضا چنین کارها میشود. اگر تو را معقول کند به پول نمیمونی. آفرین شیر بچه، کار خوب کردی. تشکر اکا. این رفیق کیست؟ رفت جوانی خوب است. خرسند شدم دادرم. تشکر. این بعد همراه کار میکنید؟ با فکرم هم این خیل میشود. این خیل باشد بخیر شود. دادرم خیر تا بازدید. تا بازدید اکا. رفت این چیست؟ این اخی کارات. آخر من کاری نکردم. بگیر ای بچه، در کیسه‌ات گذار، در کار میشود. تشکر. حالا ایستو، با تو چی کارها میکنیم دوستم؟ گوش کن، پدرم به من یک چیز رو یاد داده بود که چیز داده شده رو رد نکن. اگر با اکای برک دوست شوی پشیمون نمیشوی. خیر میرویم. مرحمت 25 لیره. براری کار. تشکر. سلامت باش. او جناب ادوکل خوش آمدید. بیاید شینه چای میارم. بیاید. کار دارم میروم جناب رمزی. صورت حسابی خانم سوزن را 25 گفته بودید؟ بله اصلا این برای بزنم باور نکردنم نیست، تنها این برایم عجیب است. خانم سوزن در یک بانک 70,000 لیره پول داشتند اما صورت حسابشان را محکم کردند. به نزدیکی پولشان را گرفتند. از آن سوزن؟ از آن زنی من؟ بله سوزن اندج. نام پدر فخری به نام مادرش باشد زکی است. درست است. رمزی، جناب رمزی خوب هستید؟ اینجا شد. رمزی خوب هستید؟ آب بیارم؟ نه اکا سکتون شوم مرا با جناب تنیر واخرانید. در اینجا تنیر نیست، با من صحبت میکنی. اکا قسم میخونم که من یکم کار نکردم، بغیر از او به نزد کسی نرفتم، زیر پای کسی مانع نشدم. مانع شوی هم به کی مانع میشوی؟ بی ناموسی پلید. اکا مرا خطا فهمیدید. آخر من به نزد کم میرفتم، آن زن مرا پرسان شده است، مادر کودکی که معیوب شد. دهانم را نمیکشایم، یگان چیز نمیگویم اکا. توبه میکنم، به خانه شنل ها هم نمیروم. من از اول تنها با جناب تنیر وا میخورم. تو با تنیر کاردار نیستی؟ شنل ها چی علاقه دارن؟ صدمه چی دخل دارد؟ اکا شما مرا مسخره میکنید. آخر من با صدمه چی علاقه دارم؟ بیهوده نمیگویم که مرا با جناب تنیر واخرانید. او میداند، وای همه چیز رو تشکیل کرد. برای گناه عطیف من حبس شده برآمدم. عطیف گفت؟ چی شد؟ مرا به یاد آورده؟ اکا کودک را کی بخش کرد؟ صدمه کاری کی بود؟ جواب ده! اکا قسم میخونم که من نکردم. عطیف شنل اون کودک را با ماشین زده گریخت اکا. او را به خارجه گریزاندند. من همه را به عهده گرفتم. در محبس هم من بودم، کسی خبر ندارد. اگر شنوند مرا زنده نمیمانند اکا، سرگتان شوم چیزی نگویید. التجا میکنم که نگویید.
سرای سیرای و عطیف امروز به حیات مستقلانه قدمی نخستین میگذارند. ما باشیم عریضهشان را از نظر گذرانیدیم و خلاصه کردیم که برای خانه‌دار شدنشان یگان مانعی وجود ندارد. حالا باشد بار دیگر در نزد شاهدانشان میخواهیم که بپرسیم شما جناب عتیق با خواهش خود خانم سیرای را برای بزنی گرفتن راضی هستید؟ به عتیق شدن راضی هستید؟ تا آخر عمرم راضیم. باور کن پوشیمان نمیشویم حیاتم، هیچگاه پوشیمان نمیشویم. زندگیمون چنان زیبا میشود که میدونی در وقت نکاح چشمانم خواهش دیدن سلیم رو داشت. بازم اکم و اکای رفت رو نیست. این تنها کسمی رسمی نکاح بود. اگه به نزد امکت رفتم و اویلادار شدیم میگوییم، بعد با مادرت هم صحبت میکنیم. البته در اول تبریک نمیکنند و عصبی میشوند، اما عادت میکنند. توی پردبدبه میکنیم. اما کم رو نیز دعوت میکنیم. البته توی بهترین و پردبدبه ترین میشود. همه چیز از معیار میگذرد. چه خیلی یعنی توی ما نه اونقدر به توی شما مانندی دارد. مثلا اما کم آرزو داشتند که سبت عروسی دخترانش را با کرنه و سرنه از خانه برارد. میان بند سیرای رو یوری فد یا اینکه سلیم میبندند. میگفتند در محله دکای کلان رو گذاشته خوراک میپزند و فقیر و گرسنه رو سیر میکنند. من به همش راضی هستم. بغیر از این جای امکت و سلیم در جای بلندی توی خانه خواهد شد. هر دوی آنها مهمان شرفمند ما هستند. باز من اویدی سلامتی سلیم با بیمارخانه های خارجه و دوستانم صحبت آرستم. در لندن بیمارخانه بهترین معالجه فیزیکی بوده است. با دوستانی در اونجا بودم صحبت کردم، اونها دیده میبرایند. در حقیقت صحبت کردی؟ البته صحبت کردم جانم. آخر من یزنه او شدم. اما یک سوال پیدا شد که بیماری سلیم از تولد است یا بعداً با این بیماری گرفتار شده است؟ فهم و حیاتم، غمگین نشو که امروز روزی غمگین شدن نیست. بعداً اوید این صحبت خواهیم کرد. امروز روز خرسندی ماست. امروز ما باید خرسند شویم. روز اویلادار شدنمان است. باید تمام روز خندان باشد. مرا فهمیدی حیات جانم؟ فهمیدم. اکا کجا شده؟ زودتر بیاید، شما رو انتظار شده. دوستم شما با سیر ما یاسری نرفتید ها؟ نه اویم، حالا در راه هستیم. اما تو چرا با مرد اویلادور زود زنگ میزنی ها؟ اردم گوش کن، خوراکتون رو زود خورید و وقتی که من آمدم شما رو گسل میکنم. آخر من میخواهم که با زنم تنها باشم. فهمیدی؟ بوبین از این برمیآید که سبب صدمه عطیف است. دوست داشته دخترم گویا که در دنیا دیگر کسی نباشد. به فکرم این را تقاضای تقدیر میگویند. چی نیه داری الوان؟ سیرای باید این حقیقت را بداند. باوریم نمیآید که حالا دخترم سیرای با مردی می باشد که دادرش را با ماشین زده گریخته است.
من چی گناهی کردم که اینقدر مصیبتی بسیار به سرم آمد؟ من چی خطای بزرگ کردم که سببدار این مصیبت ها شود؟ فؤاد گریه نکن الوان. مایلش گریه کن تا که دلت آرام شود. برمیآید که سببگاری صدمه عطیف است و از جای صدمه فرار کرده است. اینقدر شخص بی وجدان حالا با دختری من همراه می باشد. باوریم نمی آید. الوان خانم اینجا وقتی صدمه عطیف در خارجه است گفته بودن؟ با فکرم همیشه گفته بود. همه این را اثبات کرده می توانیم. اما تو نگران نباش. همش را تفتیش میکنم و حقیقت عیان خواهد شد. تو آرام باش الوان. سلامت باش فؤاد. تشکر. فؤاد باید سیرای بداند. با که همراه بودنش را باید دخترم بداند. اگر سیرای جواب ندهد به عطیف زنگ بزند. ایست الوان. تو باوری داری؟ باوری داری که سیرای حقیقت را نمیداند؟ چگونه بودن فکر آدمان را دانسته نمیشود؟ فرزند آن عائله بودن عطیف را میداند. شاید سببگار صدمه بودنش را نمیداند. فؤاد من دخترم را میدانم. اگر چنین انسان بودنش را داند هیچگاه بی اهمیت نخواهد بود. فهمیدی؟ با عطیف زنگ میزنی؟ بله زنگ میزنم. گوش کن عصبی نشو و با عطیف یگان چیز نگوی. سیرای را خواهش کن و گوی که آید به دادرش گپی مهمی داری. خدا لعنت کند که به تلفنش جواب نمیدهد. جواب نمیدهد. الوان البته چیکار کردنمان را میدانی؟ فقط التماس کمی انتظار شده نمیتوانیم. آخر دخترم باید حقیقت را از من فهمد. من باید به اون نقل کنم. اگر نگویم خودم را نمیبخشم. میفهمی؟ با احساسات رفتار میکنی الوان، ولی حق هستی. اگر من هم به جای تو میبودم همین طور میکردم. مادامی که همین کرد است. من محمود را در یگان جای بی خطر نگاه میدارم. تو خواطر نشو. سلامت باش. سلامت باش. بسیار زیبا شد ها؟ همیخه؟ حالو نخور اول آنها بیاین. اونها را برای نخوردن اونجا گذاشتی؟ بسیار زیبا شده اید. ببینید اینجا پسندتان آمد؟ دستانتان درد را نبیند. بسیار انسان‌های نیک هستید. بیایید شیرینی رو چشید و من از اون طرف صورت میگیرم. اردم تو به این طرف گذر. هر دوی آنها را صورت میگیرم. در این طرف منم باشم چی میشود؟ خدایا توبه. دوی ما یک روی میکنیم. کمی میخندیم. بسیار زیبا شده اید. میدانم سوزن سالهای دراز اشناها خونگولی میگفته است. تو چی ها میگویی زن؟ الوان بس است. از تهمت ها دلگیری شدم. بس است. تهمت چی؟ باوری داری که این تهمت است؟ رفت اشناها پرسان شما سمدی پرس. الوان بس است اکای رمزی. مرا ناراحت نکن و فرزندانم را نیز ناراحت نکن. من بعد در حیاتم شما را دیدن نمیخواهم.
ای مادر جو، دیدید که چه خیلی سیره پدرم رو گوش نکرده رفت. عجب و با کجا رفته باشد؟ چی کار میکرده باشد؟ اکنون با آخری راه رسیدیم. حالا میبینیم که پدرت بر ضد ما خانم سیرای رو چقدر مدح میکند. ها، باز امشب اویلای علی آمدنی بودن؟ شما فاتحه و انگشترین گذاشتنی بودید. اکنون چی کار میکنید مادر جان؟ ها؟ این طرفش را پدرت فکر کند. چه هم میشد این شب جنجال میشود. من بهوده سیرای رو خپک نمیگویم. آخر بینید با واسطه او هر روز یک حادثه نو میشود. حادثه های گوناگون. رفتاری مادرش را دارد. با مادرش مانند. مهنت های پدرت را قدر نکرد. به خدا این دفعه چنون میزنم که نه پدرت و نه یکون کس به من مانع نمیشوند. کی آمد دخترم؟ نمیدونم. رمزی؟ 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 پدر؟ Benliyim her daim yanımda kal, bitmesin sana gülümseyişim. Bir oyun içinde savrulup gitmişiz, belki gerçekler için. اکنون عروس و داماد رو به رقص دعوت میکنیم. Bu bekleyişlerim, haykırışlarım olmuş fark etmeden. İncitirim diye korkarım, öyle sakin durgun ben. Yüzündeki tebessümü bulduğumda kapılırım benliğine. Sarla sarpa yüreğimi, tek sen gör beni, duy beni, gör beni. Sen duy beni, gör beni, duy beni, gör beni. Sen duy beni. آخر گرفتایی خون پولی را گرفتایی. رمزی منو گوش کنی التماس. چرا گوش کنم؟ یک طرفیست. این قدر پول را چی خطر ما گذاشتی؟ از کجا بود؟ زنی چشم گرسنه. رمزی حیوان ذره رحم نکردی. حیوان ذره رحم نکردی، بار شرم نکردی، بار هم عذاب وجدان نکشیدی. ذره از من شرم نکردی. رمزی فکر نکردی که اگر شنوم پاره پارت میکنم. ذره از من شرم نکردی، تو ذره وجدان داری. اگر گرفته باشم هم برای خاطری کودکانم گرفتم. آنها خودشون دادن، مجبور نکردم. چخیل نگیرم. این نابکار چرا گرفتی؟ اکا جان زود بیاید، پدرم مادرم رو میکشد. چی؟ تو چی ها میگوی گلسون؟ پدرم داد میزن. خوب انتظار شو، حالا میایم. رفعت انتظار شو، منم میایم. اون کار نداری؟ چی کار بوده است؟ میروید. رفتیم. میدانی که در ماه اصلی هم شما رو تنها نمیگذارم. فکر نکن که با اویلادار شدن از من خلاص شوی. سرای همراهی من بیا. چی شد؟ بیا چی شد؟ با تو یک چیز رو نشان میدیم. چی رو؟
چی هست؟ ای دختر کمی خنده کن. سیمویا چونون غمگین می نماید. اگر یگان کس بیند فکر میکند که مجبورن اویلادور کردن. نه آخر اصلا من خورسند هستم. خیریت بسیار معلوم است. اگر اما کم شنوان چی می شده باشد؟ بس اکنون اگر همین خیلی بود تو رو بهوده سرسان نمیکرد. مجبورن اویلادور نمیکرد. حالا عادت میکنن. همه عادت خواهد کرد. با بالای این تو اویلادور شدی و جنجال به آخر رسید. دیگر هیچگاه جنجال نمیشود. اونها ویدی چی سخن میرانند؟ خانم بوسه جناب لطیف ما را میراند. ما میرویم. این طب که باشد ما میرویم. یگان کس هست؟ لبای خانم اینجا. گرکان من در خانه نیستم، فهمیدی؟ کسی در خانه نیست گفته اونها رو گسیل کن. خوب شد از خانم. مرحمت با شما کی در کار است؟ با یکی از اعضای این عائله واخوردن میخوام. میگوید که الوان اندرچ آمده است و موضوعی مهم است. در خانه کسی نیست خانم. این چی گپ؟ پسرش به تلفن جواب نمیدهد و پدر و مادرش باشند در یگان جا نیستند. چیکار میکنید؟ الوان آرام شو. هیچ گپ نیست. میرویم. نه جناب، من به یگان جا نمیروم. تا با یکی از اعضای عائله با نخورم به یگان جا نمیروم. یکی از اون خوب نظر میآید و من باشد همه چیز را نقل میکنم. این زن چیکار میکنه؟ الوان معلوم است که در خانه کسی نیست و فکرم بهترش اول با دخترت صحبت کنیم. میرویم از اینجا. مایلش میرویم. انسان باید کمی صاحب آروم ناموس باشد. انسان باید دل داشته باشد. گویم که بار اول به واسطه شیطان گرفتار شدی، بار دوم باشد خطا کردی، اما تو رسما به خود معاش تعیین کردی. زنی رمزی انداش خانم سوزن برای گرفتن خونپول دست زده است، اما من خبر ندارم. چه خیلی دست زدم رمزی؟ چه خیلی دست زدم؟ البته جانم تو دست نمیزنی. وقتی که تو علیو گویی آنها خود به صورت حساب پرداخت میکنند. بگو حیوان چی خیلی تهدید کردی؟ چی گفته از آنها پول گرفتی؟ چی خیلی ترساندی؟ رمزی بس است، با من فشار دار. پدر جون کاری شدگی گذاشت. چه شد؟ حالا هیچ است. حالا یگان چیز را ندیده اید. در رکشو که اکات آمد. در رکشو اکات آمد. رفت بلکه با تو هیچ کس کمک کرده نمیتواند. اکا دار که مادرم رو میکشم. او چی درد داره؟ داد نزن تو را میکشم. گفتم که تو را میکشم. رفت میکشم. پدر ایسته شما چکار میکنید؟ پدر سردی همون بس. پدر التماس بس کنید پدر جان، آرام شوید. مسئله چیست؟ چی گپ است؟ خونپولی گرفته است. برای سلیم صدمه را بهانه کرده سالها خونپولی گرفته است. پولها را باشد در بانک گذاشته است. این درست است مادر. ینگه الوان حق بود. گرفته باشم هم برای شما گرفتم. برای عائله من کردم. بگو حیوان چی خیلی تهدید کردی؟ ما این قدر مهنت کردیم رمزی. یا خدا باری خانه من به آنها بار شده است. مگر من مردم حیوان؟ مگر من فرزندانم را تامین کردن نتوانستم؟
من یک لقمه حرام به دهانتان ندادم. فرزندان من به پول افلاس آنها محتاج ماندند. خود را از بان گرفته ای؟ پدر بس است، آرام شوید. پدر التماس بس است تمام. روید مادر، روید. زود رفت پول را روید مادر، پول را بیارید. روید. نیست، پول نیست. پول نیست. آخر به خونه دوست در اومد. پول نیست. نیست. وقتی که به خانه سوزن در اومدیم شریک بودیم حیوان. چی؟ او چی ها میگوید اکا؟ چی ها میگوید؟ سفسطه میخوند. رو دفشو. قربان خدا شوم که پولی افلاس به افلاس ها نصیب میکند. نه اون مسئله دوست دیگر است. چی خیلی؟ اهمیت ندهید. مادر شما چی خیلی این کار رو کردید؟ ینگه الوان حق بوده است. او را گوش نکردیم. حیفی شما مادر. خداوند رحم شما را خورد. اگر به بالای شما ذره حق داشته باشم حلال نخواهم کرد. حرام شود. مادر چی خیلی این کار رو کردید؟ چی خیلی این کار رو کردید؟ با من فشار نهار رفت. پدر جون، پدر. سرده دخترم، سرده. مرا به حال خودم گذار. ای جانب، بخشش که تو رو به خونه دعوت نکردیم. نه هیچ گپ نیست. اول جنجال خونه به آخر رسد. میدونی که معمای اویلوی است و تنها اکم و پدرم اونیا شده میتواند وای هم باشد وقتی رفتنش رو یافته است. من به تو رقم تلفنم رو دهم. هنگام یگان مشکلی به من زنگ زن. یعنی با اکت نیو به من زنگ زن. در اصل گفته درست است. رقم های تلفنت رو بده. نویس 530. رفیقش بولسه چی؟ وای هم در قهوه خونه شما کار میکرد. گوش کنید، من مادری سیره هستم. کجا بودنش را دانستن میخواهم. فهمو، سلامت باشید. نیست. چی کار میکنیم تنیر؟ چی کار میکنیم؟ اکرم همه چیز رو فهمید. چیزی رو که فوش شدنش رو نخواهم همه یک ایام میشوند. من بسیار خطاهای عظیم کردم. در حقیقت خطاهای عظیم کردم، اما همش به خاطر عشق تو و ترسیدم که تو رو از دست میدهم. میدونم اینجی، اما دوام دادن این مناسبت بسیار دشوار است. نفهمیدم. تا من تمام نگویم تمام نخواهد شد. فهمیدی؟ اگر من سوزم تو باشی خاکستر میشوی. ما چی کاری که کرده باشیم همراه کرده ایم. آرام شو. مرا خطا فهمیدی. تنها همین رو بدون که باید با دقت باشیم، اما راهش رو پیدا خواهیم کرد. راه این مشکلی را البته پیدا میکنیم. لبای فتیس گپ زن، گوش میکنم. فهمیدم. شما از تعقیب کردن دست نکشید و در کجا بودنش را بفهمید. انا برایت یک درد دیگر. چی شد؟ کسی محمود را بوده است. احتمال ادوکات الوان فؤاد باشد. تنها برای او نفع دارد. اگر وای شخص لب واکند ما محو میشویم. خاطر نشو. من چراجویی کردم. کارو از بالا یعنی طریق فؤاد حل میکنیم. گفته های محمود ذره فایده نمیکند. چطور با فؤاد مانع شدن را میدونم. اپا شما چی ها میگویید؟ سلیم میشنود. اپا عطیف به جوانی بیرحم مانند نیست. باورم نمی آید. انا همین خیلی بعضا درون و بیرون نهر انسان یک میشود. پسرم را با ماشین زده فرار کرده است و بعدن گویا که هیچ چیز نشده باشد زندگیش را دوام میدهد. سیره جون،
زیبایکم. اپا اگر شنود محو می شود. باید بداند سیمای حقیقیت را باید بداند. برای همین از همه بیشتر باید من به او فهمانم تا اینکه کار به دست پلیس ها نماند. او باید بفهمد. با سیرای به تماس برآمده نتوانستید؟ نیست. با سیرای زنگ زدم. او تلفنش را خاموش کرده است. به عطیف زنگ زدم، بارها صدا داد اما جواب نداد. بعداً به جای کارش زنگ زده دوگانه‌اش را پرسیدم که نآمده است. شاید سیرای دوگانه‌اش را تاکید کرده باشد که نگوید. اگر جویشان را داند هم نمیگوید. اپا در خانه سنم تنها است و من باید روم، اما شما مرا بیخبر نمونید. فهمیدید؟ فهم و خواطر نشم. اپا حالا از 10 تا 1 میشماریم. دقت. 10 9 8 عطیف حساب کن 7 6 5 4 3 2 1. آی بسیار زیبا است. عطیف این را تو کردی. جانم اگر خونک خورده باشی به خانه درویم. نه من همین خیلی خوبم. حیاتم من راضی هستم که آماده شدن تو را تا آخر عمرم انتظار شوم. چرا تو اینقدر خوب هستی؟ چون که تو از همه چیز بهترین و زیباترین هستی. با فکر من کمی خونک خوردم.